اشارپ امسالت رو خودت بباف با یه پترن خاص متفاوت. بریم با هم بافتش رو شروع کنیم. خب شروع بافتمون یه حلقه جادویی هست دوستان که داخل این حلقه رو 15 تا پایه دوبل پر می‌کنیم که من 15 پایه دوبل رو بافتم. بعد این قسمت این نخی که آزاد هست رو میکشم، ابتدا و انتهای بافتم رو به هم نزدیک میکنم. رج دوم شروع بافتمون 3 تا زنجیر است. معادل اولین پایه بلند. به دور پایه دوم یه دونه پایه بلند برجسته از جلو. به دور پایه بعد 2 تا پایه بلند برجسته از پشت میبافیم و همین بافت رو تکرار میکنیم تا برسیم به گوشه آخر اشارپ. پایه بعد یه بلند برجسته از جلو. پایه بعد 2 تا پایه بلند برجسته از پشت و تکرار میبافم تا به گوشه آخر برسم. خب ببینید تا این قسمت بافتمون به این شکل میشه. این میشه جلوی بافتمون. برجستگی ها رو ببینید به این شکل. رج سوم شروع بافتمون 3 تا زنجیره. معادل اولین پایه بلند. بافت رو برمیگردونیم. روی پایه بعد یه بلند برجسته از پشت میبافیم. روی پایه بعد یه دونه پایه بلند برجسته از جلو. روی پایه بعد 2 تا پایه بلند برجسته از جلو میبافیم. دو تا پایه بلند برجسته از جلو و همین بافت تکرار میشه تا برسیم به گوشه آخر. دوباره روی پایه بعد یه بلند برجسته از پشت. روی پایه بعد یه دونه پایه بلند برجسته از جلو و روی پایه بعد 2 تا پایه بلند برجسته از جلو و تکرار بافت. به این شکل ببافید تا برسیم به گوشه آخر. خب رسیدم به گوشه آخر. روی آخرین پایه بلندم که شروع بافتم بود توی رج قبل، اون 3 تا زنجیره یه دونه پایه بلند میبافیم. بیش این قسمت از بافت رو هم ببینید. رج چهارم بافتمون با پایه دوبل شروع میشه دوستان. 4 تا زنجیره میزنیم. معادل اولین پایه دوبلمون. بافت رو برمیگردونیم. اولین پایه دوبل رو بافتیم. روی پایه اول باید 6 تا پایه دوبل ببافیم. این میشه اولین. 5 تا پایه دوبل دیگه روی همین پایه میبافم. 2 بار نخ میندازیم روی قلاب و بعد 2 به 2 شروع میکنیم به کم کردن. خب من این 6 تا پایه دوبل رو میبافم. خب 6 تا پایه دوبل رو بافتیم. این برجستگی ها رو ببینید. این قسمت اول رد میشه، میرم قسمت دوم 3 تا پایه کوتاه میبافم. این قسمت رو رد میکنم، میام برجستگی. ببینید این پایه‌ای که وسط اشارپ هست 12 تا 14 تا پایه دوبل این قسمت میبافم و همین بافت رو تکرار میکنم. 14 تا پایه دوبل وسط اشارپ هم بافتم. این قسمت رد میشه، میرم قسمت بعدی 3 تا پایه کوتاه میبافم. برجستگی رو رد میکنم. این قسمت رد میشه، میام روی آخرین پایه 6 تا پایه دوبل مثل ابتدای بافتم. خب این قسمت هم 6 پایه دوبل رو بافتم. ببینید بافت به این شکل میشه. پنجم شروع بافتمون با پایه بلنده که 3 تا زنجیره میزنیم. معادل اولین پایه بلند. بافت رو برمیگردونیم. روی اولین پایه بلند رو بافتیم. میرم روی پایه دوم 2 تا پایه بلند میبافم. روی پایه های بعد هر کدوم یه پایه بلند بافته میشه. میرسم به 3 تا پایه کوتاه که روی هر پایه یه پایه کوتاه میبافم. سه تا پایه کوتاه رو بافتم. میرسم به پایه هایی که وسط اشارپم هست. روی اولین پایه یه پایه بلند میبافم. روی پایه دوم 2 تا پایه بلند برجسته از جلو و تکرار.
روی مابقی پایه هر کدوم یه پایه بلند برجسته از جلو میبافیم تا برسیم به 2 تا پایه آخر. روی یکی مونده به آخر مثل این قسمت 2 تا پایه بلند میبافیم، روی آخرین پایه یه پایه بلند، 3 تا پایه کوتاه و تکرار بافت تا برسیم به آخرین پایه. به همین ترتیب ببافید. رج ششم شروع بافتمون با پایه بلند، 3 تا زنجیره میزنیم، معادل اولین پایه بلند بافت رو برمیگردونیم. روی پایه های بعد هر کدوم یه پایه بلند برجسته از پشت تا برسیم به پایه های کوتاه. روی هر پایه یه بلند برجسته از پشت. خب ببینید روی همه پایه ها پایه بلند برجسته از پشت رو بافتم. حالا رسیدم به پایه های کوتاه. 2 رج میام پایین تر، این رج یه رج دیگه میام پایین تر وسط این پایه های کوتاه. اینجا یه دونه پاف 5 تایی، یعنی 5 بار ما نخ میندازیم روی قلاب، بعد همه نخایی که روی قلاب هست رو با هم ادغامش میکنیم. اگه دوست دارید پافتون برجسته تر باشه میتونید 6 بار نخ بندازید روی قلاب و پاف. همه نخها رو با هم یکی میکنیم، بعد 2 تا لوپ آخر رو نگه میداریم با هم ادغامش میکنیم و دوباره میرسیم به پایه های بلند که وسط اشارپمون هست. روی هر پایه یه بلند برجسته از پشت میبافیم. دوباره به این قسمت که رسیدیم همین بافت تکرار میشه. پاف رو میبافیم و پایه های بلند برجسته از پشت میبافیم تا برسیم به گوشه آخر اشارپمون. رج هفتم شروع بافتمون 3 تا پایه بلند میزنیم، 3 تا زنجیره، معادل اولین پایه بلند بافت رو برمیگردونم، روی پایه اول 2 تا پایه بلند دیگه میبافم. حالا ادامه بافتمون یکی در میون یه پایه بلند برجسته از جلو، یه دونه برجسته از پشت تا برسیم به گوشه آخر. به همین ترتیب بافت رو تکرار میکنیم. برجسته از جلو، برجسته از پشت. ببینید به این شکل میبافیم تا برسیم به گوشه آخر. به گوشه آخر که رسیدیم روی آخرین پایه مثل ابتدای بافتمون 3 تا پایه بلند ببافید. رج هشتم شروع بافتمون با 3 تا پایه بلنده که من 3 تا پایه رو بافتم. بعد ببینید باید پایه ها رو طوری ببافیم که روی این پایه ها برجسته، یعنی هر کدوم برجسته از جلو هست جلو، اونایی که از پشت پشت. ببینید الان 2 تا پایه داریم سر راهمون، روی اولین پایه برجسته از پشت میبافیم، روی پایه بعد برجسته از جلو، یک در میون، روی پایه بعد برجسته از پشت. خب الان رسیدیم به این پایه بلند برجسته از جلو میبافیم. به همین ترتیب میبافیم تا برسیم به وسط اشارپمون به این قسمت. خب سمت راست من کامل بافتم دوستان، رسیدم به وسط اشارپ. روی این پایه یه پایه بلند برجسته از پشت میبافیم، 2 تا زنجیره برای فاصله، دوباره روی همین پایه یه پایه بلند برجسته از پشت. این قسمت هم قرینه سمت راست بافته میشه. روی پایه هایی که برجسته از جلو هست از جلو میبافیم، اونایی که برجسته از پشت میبافیم. به گوشه آخر که رسیدیم روی آخرین پایه 3 تا پایه بلند میبافیم. خب رج 8 رو که بافتیم دوستان، از رج 9 به بعد بافتمون تکرار هست. تکرارها ببینید از این قسمت شروع میشه. ببینید الان اینجا ما توی رج‌های قبل 2 تا پاف داریم، رج‌های بعد پاف ها بیشتر میشه. این رج رو بعد ببافیم. اینجا که ما 6 تا پایه دوب داریم، این رج رو میبافیم 1 2 3 4. این 4 رج رو تکرار میکنیم. اینو که بافتیم میریم سراغ این رجه که پاف داره، بعد این 2 تا رج که پایه های برجسته از جلو و از پشت هست. پس این 4 تا رج رو تکرار میکنیم. حالا 4 تا زنجیره میزنیم، معادل اولین پایه دوبلمون بافت رو برمیگردونیم، 5 پایه دوبل دیگه بالای سر پایه اول میبافیم که با اون 4 تا زنجیره میشه 6 تا پایه دوبل. خب ببینید شروع بافت من 6 تا پایه دوبل رو بافتم. حالا از این قسمت برجستگی رو ببینید، پایه های برجسته 1 2 3. میام این قسمت 3 تا پایه کوتاه میبافم، 1 2 و 3. دوباره این بافت رو تکرار میکنم، یعنی اشارپ ما بزرگتر میشه، تعداد این صدفی ها و پاف ها بیشتر میشه.
پایه دوبل. ببینید اینجا میبافم 1 2 این قسمت. اینجا 12 تا پایه دوب میبافیم. خب این قسمت 12 تا پایه دوب رو بافتیم. حالا دوباره مثل این قسمت تکرار میشه. 3 تا پایه کوتاه باید ببافیم که اینجا بافته میشه. 1 2 3. میرسم به وسط اشارپم. داخل این فضا 15 تا پایه دوبل میبافم. بعد سمت چپ رو هم قرینه سمت راست ببافید. خب ببینید این رج را من کامل بافتم. اینم میشه جلوی بافتم. به این شکل. اصلا صفر نبافید اشارپاتون رو. بعد اشار وقتی میره به سمت بالاتر ببینید از 2 تا قسمت اضافه میشه، از این وسط اضافه میشه. قسمت رو بکشید که قسمت بالای اشارپتون صاف و یک دست بشه. خب رج دهم شروع بافتمون یه دونه پایه بلنده. 3 تا زنجیر میزنیم. مدل اولین پایه بلند. بافت رو برمیگردونیم. روی پایه بعد 2 تا پایه بلند برجسته از پشت. ببینید از این رج دیگه دوستان همش تکرار هست. فقط روی دومین پایه 2 تا بلند برجسته از پشت میبافیم. بعد روی همه پایه هر کدوم یه دونه بلند برجسته از پشت میبافیم تا برسیم به این قسمت که پایه کوتاه بافته شده. خب به این قسمت که رسیدیم، حالا این قسمت رو دوباره من میبافم. 2 رج میام پایین تر. 1 2 اینجا پاف 5 بار نخ میندازیم روی قلاب یا 6 بار که پافمون برجسته بشه. تمام نخ‌ها رو با هم یکی میکنیم. بعد 2 تا لوپ آخر رو با هم ادغامش میکنیم و تکرار. دوباره از این قسمت روی اولین پایه 2 تا پایه بلند برجسته. روی پایه اول یه دونه میبافیم. روی پایه دوم 2 تا میبافیم. روی پایه های بعد هر کدوم یه دونه میبافیم. بعد روی 2 تا پایه آخر ببینید یکی مونده با آخر 2 تا، روی این یه دونه. این قسمت هم دوباره پاف. ببینید این بافت رو تکرار میکنیم. این رج رو که بافتیم برمیگردیم. فیلمی که ببینید مربوط به این 2 تا رج هست رو میبافیم. پس این 4 رج تکرار میشه از این قسمت. 1 2 3 4. دوباره این قسمت رو که بافتیم 1 2 3 4. همین رو تکرار میکنیم. تکرار میکنیم تا اشارپ ما به بلندی دلخواهمون برسه. رج‌های بعد رو که میایم بالاتر دوستان تعداد این پایه ها بیشتر میشه، به خاطر اینکه اشارپ ما به این حالت نشه. اینو خیلی دقت کنید. از ابتدا هم که شروع کردید به حلقه جادویی میتونید از همین ابتدا تعداد پایه هاتون رو بیشتر کنید که اشارپتون قشنگ بالاش صاف و یک دست بشه. الان این وسط ما 15 تا زدیم. رج‌های بعد این بیشتر میشه دیگه. قشنگ توی بافت خودتون دستتون میاد. امیدوارم که ببافید، بافتش رو دوست داشته باشید و لذت ببرید.